امروز توسط نمایش باز به یک گوشه زیبای تاجیکستان سفر میکنیم. سفر نوبتی ما به وادی یغنوب صورت میگیرد. وادی یغنوب یکی از منطقه های تاریخی تاجیکستان به حساب رفته در قسمت شرقی بلندکوه نوحه عینی جای گرفته است. تا دوره مهاجرشوی اهالی یغنوب دارای 32 دهه بوده، در آن 3194 نفر سکونت داشتند. عین زمان در 15 دهه آن زیاد از 400 نفر عمر به سر میبرند. مسافت از مرکز نوحه عینی تا آخر سرحد دره یغنوب زیاد از 140 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. از سرگاه تا پیوست شوی به دریای فان، دریای یغنوب از میان دره می‌گذرد. امروز در راه ماشینگر تا این وادی 5 پل ساخته شده است که تا یک مفزع معین ساکنان، مهمانان و سیاحان داخلی خارجی می‌توانند با واسطه نقلیات سفر کنند. ساحه افضلترین در این مکان چارواداری بوده، شغل اساسی مردم نیز چارواداری و زراعتچی می باشد. در مجموع فاند زمین‌های وادی 82988 هکتار بوده، از آن 25888 هکتار را چراگاه‌ها تشکیل می‌دهند. توجه دولت حکومت و خصوصا سروری دولت به وادی با عرف و عادت مردم به اندازه بوده. این است که در یک از سفرهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به این منطقه برای تمام خانواده محل یک عددی بطری آفتابی تقدیم کرده شده بود. ساکنان وادی احتیاجات خود را توسط این منبع‌ها و نیروگاه‌های خردی برقی تامین می‌کنند. اهالی وادی یغنوب تا امروز عرف و عادت و عنعنه‌های نیاگان، خصوصا یکی از باقی‌مانده‌های زبان سوغدی، زبان یغنوبی را زنده می‌دارند. امروز توجه سیاحان به این وادی خیلی زیاد است و هر نفری که به وادی یغنوب سفر می‌کند حتما با تأثیرات بویای رنگین برمیگردد.